Hello, my friends, and welcome back. How are you today? Hope you're doing great. In this video, we continue our lesson. If you're new here, make sure to subscribe to the channel for more videos just like this one. Are you ready? Let's begin. سلام دوستان، امیدواریم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمدید به کانال ما. اگر بار اول باشه حتما ابونه شوید. درس‌های خوب است، استفاده برید. خب در این درس شما چگونه که می‌دانید ما ادامه میدیم درس خودمان را و جمله‌های نو می‌سازیم و می‌آموزیم. خب دوستان در اینجا من 15 تا جمله خوب تیار کردم، با هم می‌نویسیم و می‌بینیم که چگونه ترجمه می‌شود. خب بیایید اکنون شروع می‌کنیم. یکم جمله ما: بیبی من آهسته گپ میزند. بیبی من از آن من نمیشود دوستان. My grandmother speak صحبت میکنند، یعنی گپ میزند. speaks آهسته slowly. My grandmother speaks slowly. برای چی وای آهسته گپ میزند؟ اگر یک سوال بدید برای چی وای آهسته گپ میزند؟ why سوال دادن does میشن. do does. why does she دختر است، زن است. why does she speak. در اینجا speaks دیگه نمیگم دوستان، برای که سوالی کشید شما فکر کنید که این s آمده در این دوی ما چی شد اضافه شد و شد does. مثلا why does she speak slowly. سوالی است. برای چی وای آهسته گپ زده ایستاده است؟ یعنی در عین حال وای آهسته گپ زده ایستاده است، در صحبت کردن. اینو چگونه سوال می‌کنیم؟ وای یعنی برای چی خودش وای میشود دوستان؟ وای یعنی در عین حال یک کار را انجام دادن سوالی چی میشود؟ ایزی ما تو بی ما از پیش میاد فعل جانشین اول. why is she speaking. Why is she speaking slowly. دیدین دوستان آسونه. Why is she speaking slowly. خب دوستان شاید برای گراماتیک باشد ما حتما یعنی مقصد داریم که گراماتیک را به شما خوبتر درس بدیم. نصیب اگر یک وقت خوب شد و یک شرایط خوب شد حتما ما انگلیسی را گراماتیکش رو از 0 تا 100 انشاءالله به شما خوب میفهمونم که دیگر مشکلی در این ایز مثلا ing و خب دیگر همش رو من به شما خوب چیز میفهمونم. خب چهارم مثال ما: من به زور گپ میزدم با زبان انگلیسی، اما معلم من بسیار خوب گپ میزد. به زور دوستان خب یعنی با مشکلی، یعنی قین است برای من، به همون خاطر ترجمه میکنی. I یک تا belly داریم. I barely میگن امریکن ها. I barely یعنی صحبت نکنم. من به زور گپ میزنم یعنی که صحبت نکنم. I barely speak زبان انگلیسی چی؟ English. I barely speak English but اما my teacher اما معلم من but my teacher speaks very well. I barely speak English but my teacher speaks very well. او به زور صحبت نکند با زبان انگلیسی. خب او یعنی یک پسر داریم که یک مرد. he barely دوستان barely با زبان انگلیسی تازه خرج میشه و barely ارم اگر کم ترک بگیم امریکانسک میشه. he barely یعنی که he barely speaks English.
He barely speaks English. نفس بکش و نفس برار. اما همین رو من میخواستم به شما چی کنم. این دوستان breathe in در درون شدن، یعنی breathe in یعنی نفس درون بکش و breathe outش بیرون شدن دوستان. breathe in and breathe out. خب دیگر دوستان من گوش نخوردم از ماه می تا آگوست. I was not eating meat from May to August. I was not eating meat from May to August. من گوش نخوردم از ماه می تا آگوست. I was not eating یعنی زمانی گذشته دوامدار، یکی زمانی گذشته عمل کردن. مثلا اگر شما بگید مثلا من گوش نخوردم، مثلا I didn't eat یعنی I didn't eat meat یعنی من گوش نخوردم، اما یک عملی داشت که یک طولانی تر، مثلا I was not eating meat from May to August. اینها رو ما گفتیم دوستان که گراماتیکش حتما با شما وقت داشتید خوب میفهمونه. از ماه ینور تا اپریل او به آنجا پرواز میکند هر هفته. خب از یک ماه تا یک ماه دیگر ما چه خیلی که در این بالا آموختیم from یگان ماه تو یگان ماه دیگره. مثلا از ماه ینور from ینور January to April او به آنجا پرواز میکند هر هفته. او میشود او به آنجا پرواز میکند یعنی زمانی آینده میشود در جا. he will be پرواز کردن flying. he will be flying. fly خیلی دوستان چی میشود؟ پرواز میشه و flying یعنی پرواز میکنن. he will be flying هر هفته به آنجا پرواز میکنه. there every week. From January to April he will be flying there every week. از ماه ینور تا اپریل او به آنجا پرواز میکنه هر هفته. تا زمانی که کودکان آب بازی میکردن ما خواب بوده. تا یه زمانی مثال while میشود. while the children were swimming we were sleeping. While the children were swimming we were sleeping. تا زمانی که while the children were swimming کودکان آب بازی میکردند ما خواب میکردیم، یعنی یک زمانی گذشته عمل کردن. چه میفهمونه؟ این were ما حتما به شما یک درس میکنیم میفهمونه. بعد از 15 روز من هر صبح میدوام. بعد 15 روز مثلا in the next شما میتونید بگین after 15 days مثلا، اما من در اینجا in the next 15 days I will be running every صبح گفتم morning. In the next 15 days day من نوشتم days. In the next 15 days I will be running every morning. باد هوا در ما عین حال بزیب است. یعنی به یک نفر گفتن باد هوا در ما عین حال بزیب است چی میشود؟ ما داریم یعنی داشتن هوای بده. We are having
having bad weather. ما باد هوا در ما عین حال بذیب است. We are having bad weather. مثلا عین حالش هم فراموش کنید now میشه. We are having bad weather now. خب 12 ما او پشت من است. He is behind me. Behind me. He is behind me. او پشت من است. دیگری 13 ما نگاه نکن به قفا وای راست در پشت تو است. Don't look back. به قفا don't look back. به قفا نگاه نکن. وای راست در پشت تو است. She is right behind you. Behind you. Don't look back. She is right behind you. تو چی فکر میکنی؟ آیا این کانال بد است؟ به یک نفر سوال بدی. اگر مثلا کانال ما توصیه بدهی. What چی میشود؟ What do you think? Is it میباشد این a bad یک a bad channel. What do you think? Is it a bad channel? تو چی فکر میکنی؟ آیا این کانال بد است؟ نه این کانال بسیار خوب است. اگر بگن چی؟ No. It is a very nice channel. No, it's a very nice channel. خب دوستان این بود 15 جمله که ما امروز ساختیم. امیدوارم که یگام جمله یگام لغت نو از خود کرده باشید. خب اگر همین خوب باشه حتما ویدیو ما رو دستگیری کنید و با دوستانتون روان کنید تا ما درس‌های خوبتر رو به شما پیشکش کنیم. خب تا درس‌های دیگر موفق و سربلند باشید.